شیک ساختم با مایی تا آخر 4000 تومن و حتی پول رخت و لباس بچه هم پدرم میداد. یواش یواش خانه که ساخته بودم به طور شد که میشد سکونت کنی توش. به پدرم گفتم اجازه بده من برم تو خانه خودم زندگی کنم، من و بچه هم بریم تو خانه خودم زندگی کنیم. بعد اونا میگفتن که نه، از پسش بر نمیای دیگه. من تازه اینجا شده بودم 25 سال. گفتن نه از پسش بر نمیای. گفتم چرا از پسش بر میام؟ اجازه بدین اگه از پسش بر نیامدم بر میگردم دوباره پیش شما. آخه این رفتن علت داشت. من چون با بچه‌ام تو پیش پدر مادرم زندگی میکردم، خواهر برادرای دیگه هم حسادت میکردن.